بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله عمو. اهلا و سهلا. حفظکم الله. سلامت باشید. الحمدلله. من از همین راه دور عرض ارادت میکنم خدمت شما و سلامت باشید. خوشحالم که یکی از دوستانتون اینجا زیارت کردیم و از زوار حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و خدمت شما عرض ارادت میکنیم و توفیقات شما را بیشتر از خدا میخواهیم. ما دوستان خوبی داریم، هم در دهلی نو، هم در لکنهو، در حیدرآباد، در بمبئی، در کلکته. در همه اینا از سادات جزایری هستند و از مؤمنین و دوستان ما که از شیعیان امیرالمؤمنین هستند در اونجا خدمت شما هستند و من هم به همین نزدیکی قصد دارم که زیارت کنم شما را در اونجا برای انشاءالله زیارت مرقد مطهر قاضی نورالله شوشتری در آجره انشاءالله میام و خدمت نماینده ولی فقیه هم که اونجا هستند بله آقای مهدوی انشاءالله زیارت میکنم همتون را انشاءالله. انشاءالله قربانت انشاءالله حتما شما را زیارت میکنیم. بله خدا حافظ. انشاءالله زیارتون میکنیم. قربان شما. خدا حافظ. تماسی